نام داروی دوکیاک مکس چند روز است که ورد زبان هاست. مقامات ازبکستان گفتند 19 کودک بعد استعمال آن جان داده اند. بعدی حادثه‌ای که در سمرقند بوده بود، مسئولین خدمات نظارت در ساحه تندرستی تاجیکستان میگویند از پی جمع کردن داروی دوکیاک مکس شدند. به گفته مقامات بار اخیر سال 2021 داروی دوکیاک مکس از هندوستان به تاجیکستان آورده شده است. حالا در نقطه عموما ما همین کاربری کردیم، همگی 55 دونه واقع مونده بود که ما آورده به تشخیص سپردیم برای معاینه نمودن کنیم. این حال باشد در نقطه فروش یکلوخ عموما فروش برای مونده نشده است. ما در این باره کار کرده ایم. در حالی که مقامات تاجیکستان گفتند داروهای دوکیاک مکس را از داروخانه‌ها برچیده گرفتند، مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که تا حال این دارو در داروخانه‌های دوشنبه فروخته می شود. از جمله در یکی از داروخانه‌ها در چهارراهه بیمارخانه یاری تجلی ما این نوع دارو را با نرخ 30 سامانی خریداری کردیم. مسئولین داروخانه اصل فرم در شهر خوجند هم در فروش بودن داروی دوکیاک مکس را تصدیق کردند. تنها مسئول یکی از داروخانه‌ها در شهر کولاب گفت مقامات چند روز پیش داروهای باقی مانده دوکیاک مکس را از فروش گرفتند. داروی دوکیاک مکس در هندوستان تولید شده برای طبابت زکام و پست کردن حرارت بدن کودکان استفاده می شود. مقامات تاجیکستان می گویند درباره پیامدهای منفی داروی دوکیاک مکس تا حال یگان شکایت نگرفتند. واقعهایی که در جمهوری همسایه شده گذشت، در خودمون خیلی حادثه به قید گرفته نشده است. از این جهت یگان بار نسبت صفتناکی این مواد یگان مشکلی و که مانع به وجود نیامده است. مقامات ازبکستان از روز 22 دکبر فروش داروی دوکیاک مکس را منع کردند. در رابطه با مرگ کودکان در ازبکستان، در قرقیزستان نیز فروش این نوع دارو منع شد. شرکت هندی مریان بیاتش خبر داد که تولید داروی دوکیاک مکس را بازداشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.